در گذرگاه مرزی سر واقع در مرز ترکیه با گرجستان یک زن 27 ساله شهروند ازبکستان میخواست در داخل جامدان غیر قانونی به خاک ترکیه وارد شود دستگیر شد. سامانه خبرلر.com ترکیه نوار بازداشت این زن را نمایش داده است. به قول مؤلفان گزارش، هنگام عبور سرحد یک شهروند 24 ساله گرجستان با حرکت‌های شبهه برانگیزش توجه سرحدبانان و پلیس را جلب می‌کند. اثنای تفتیش در یک جامدان بزرگ او زن را پیدا کردند. مفتشان پلیس شناسنامه این زن را یافته از آن تشخیص کردند که او از ترکیه اخراج شده برای 5 سال از حق ورود به این کشور محروم شده است. در دوام یک سال گذشته در همین گذرگاه مرزی کمش 2 حادثه شبیه روی دادند. در یک حادثه زن روس که در ترکیه با جنایت متهم میشد کوشش کرد که در داخل جامدان به گرجستان فرار کند. در حادثه دیگر هنگام عبور مرز از سوی گرجستان یک خانم 22 ساله گرجی در داخل جامدان یافت شد. شبکه خبرلر.com ترکیه ابراز داشته است که بعد بازپرسی زن ازبک و مرد گرجی بازداشت شدند و تحقیق حادثه ادامه دارد.